محققان یزدی این بار تولید داروی گیاهی برای درمان ریزش مو. این دارو که حاصل 3 سال تحقیق محققان و پژوهشگران استانمونه به زودی وارد بازار میشه. اشکزری هستم. ثبت 3 تا فراورده برای درمان ریزش مو، رشد مو و تقویت ابرو هست که جدیداً به ثبت رسیده. این مخترع یزدی این دارو رو که کاملا گیاهیه و موافقت صدور پروانه تولید رو از وزارت بهداشت دریافت کرده، در مدت 3 سال کار تحقیقی تولید کرده. ترکیبات این دارو هر 3 تاش ترکیب اصلیش یکی هست، فقط فراوریش با هم فرق میکنه که تو 3 نوع بسته‌بندی هست. یکیش آمل مقشر هست، هلیل هست، تباشیر هست، مستکی هست. 8 تا ترکیب هست که هیچ ماده شیمیایی حتی مواد نگه